TNG و پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند با شکوه‌ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نامآور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراژ و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $299. December 24th, Christmas Eve, معین شده من بود پرست تو، قسم به چشمون مست تو، به کلج میخور روز و شب، شده هم جام دست تو. شاد مهر عقیلی حالم عوض میشه، حرف تو که باشه، اسم تو بارونه، عطر تو همراشه و آرش ملودی. بگو عشق من، بگو عشق من، آره ملودی. بگو عشق من، دنیا تو رو کم داره ملودی. December 25th, Christmas night, ابی بگو ای یار، بگو ای وفادار، بگو از سر بلند عشق بر سر دار، بگو اندی ای سلام عاشقونه، ای عزیز آشیونه، عشقمون کاشکی همین جوری بمونه، عشقمون کاشکی همین جوری بمونه. و منصور چطور آروم بگیره دلم وقتی من عشق تو نباشم، دل تو کاش بتپه برام، حتی یه شب خواب تو باشم، نفس من تنها کس من. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج با تلفن رایگان 855 859 85 85 تماس بگیرید. TNG2000.com. این قیمت استثنایی فقط تا 5 دسامبر موجود است. کریسمس امسال لاس وگاس ستاره باران می شود. خانم آقایان سلام عرض میکنم. من میکی مهاجر هستم و در استودیو راسک یک گفتگوی بسیار جالب براتون داریم با اندی جان سلام، خیلی خوش آمدی، انشالله که حالت خوبه. خوبم. استودیو راسک جاییه که بهترین کارهای اندی از این استودیو به بازار اومده و الان هم که من با شما اینجا دارم صحبت میکنم شاید اونایی که منو میشناسن درون من یک شاید حتی دگرگونی میبینن، یک اینر پیسی رو الان لمس میکنن. دلیلش من خدمتتون عرض میکنم، به خاطر اینکه این هنرمند این افتخار به من داد که چند دقیقه پیش، درست شاید 2 دقیقه قبل از اینکه این دوربین روشن بشه، من آهنگ حسرت رو شنیدم برای اولین بار و بماند که من رو دگرگون کرد، بماند که در اون چند ثانیه اول من رو به دنیای دیگه برد، بماند که اشک به روی چشم من آورد. ولی حسرت اندی آدم رو واقعا به حسرت میندازه اگر آدم عاشق نیست و آدم رو به یه دنیای دیگه میبره اگر حتی توی رابطه هست آدم رو عاشق‌تر میکنه. 100%. و آقا درود بر تو، به خاطر اینکه با اون احساس، با اون طرز اجرا، خب 100% آهنگ خیلی مهمه، 100% شعر خیلی مهمه، اینا رو همه رو انکار نمی کنیم، ولی اون فریزینگ و طرز دلیوری تو، اون غمی که تو صدای تو ما میشنویم، واقعا تو خودتو به جاهایی برده بودی که بتونی این پرفورمنس رو روی این آهنگ بذاری که منی که برای اول آهنگ آدم باید لمس کنه، باید زندگی کنه، تو ماشین گوش کنه. ما این آهنگ رو یه بار شنیدیم، در 30 ثانیه اول آقا احساس کردم که اصلا خیلی قوی بود. آقا واقعا خسته نباشی. واقعا تنها واژه‌ای که میتونم استفاده کنم اینه که اگر عاشقین، عاشق‌ترتون میکنه
و اگر عشقتون رو به هر دلیلی از دست دادین واقعا حسرت اون رو در وجود شما دوباره زنده میکنه. ولی اون درد عشق چه درد قشنگه و اندی اینو براتون ترسیم کرده تو این آهنگ. ای سلام عاشقونه، هی عزیز شیونه، عشقمون کاشکی همین جوری بمونه. ای سلام عاشقونه، هی عزیز شیونه، عشقمون کاشکی همین جوری بمونه. من و تو با هم دیگه سالهای سال آشنا هستیم، با اخلاق هم دیگه و من میدونم تو هم تو همین استودیو آلبومتو ضبط کردی و چه روزای خوبی هم داشتیم اون روزا. منم یه چند خط تو اون آلبوم خوندم، یادگاریه. نفرین اصلا آهنگ نفرین، آلبوم نفرین، اون بخشی که اندی خونده، اون بریج اون آهنگ رو اصلا یادم. نفس بی تو بمونه، به اون جایی رسیدم که مرگ آسونه، قلب خسته تنها تو رو عاشق نمیدونه. مهمترینش همون نفرین به این عاشقی دل خونه از دست این عاشق، از دست این دخترم. راست میگه. خب تو احساس میکنی من چی میگم. وقتی میخوای بخونی اگر اون آهنگ و اون شعر رو احساس نکنی مردم باورت نخواهند کرد. ولی ببین بذار من این جالب بهتون میگم. خب اندی همه میدونن که ازدواج کرده، واقعا دوستان نازنینی هم که اینجا پشت دوربین دارن حال به ما میدن، دوستانی هستن که اصلا کار عروسی اندی رو کردن. بله. خیلی تشکر میکنم ازشون که اینجا هستن. حالا بعداً هم راجع به بچه‌ام صحبت میکنیم. مرسی که اومدن. تو نگاهت عشق دیدم، تپش قلبو شنیدم، توی جاده های احساس من به عشق تو رسیدم، توی جاده های. چیز جالب اینجا اینه که اندی الان خیلی تو زندگیش خوشحاله، خیلی تو زندگیش احساس خوبی بهش دست میده. یعنی زوجی که تو زندگیش هست و بهش عشق میورزه. پس ببینین مثل هنرپیشه خوب که وقتی میخواد یک نقش درام رو بازی کنه، خودش رو باید درون خودش به جایی ببره. ببینین حالا شما الان من دارم این حرفو میزنم براتون مبهمه، این گفتگو رو ما امروز براتون میذاریم، 10 روز دیگه هم که ویدیو در اومد این گفتگو رو دوباره پخش میکنیم که شما ببینین من حرفی که میزنم از کجا اومده، که درست به قول معروف hot off the press. اینو من شنیدم، چراغ روشن شد، شروع کردیم صحبت کردن. یعنی داره ایشون تو این آهنگ قلبش رو با شما در میون گذاشته. منم وقتی اینو دیدم تو این رودخانه سیل گریه ها، اشک های اندی در سیل این رودخانه به سوی شما مام سفر کردیم و شما اینو لمس میکنی. خیلیه، یعنی خودشو به یه عمق برده برای تمام. میتونه غم برای هر چی باشه، برای هر عشقی میتونه باشه. TNG و پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند با شکوه‌ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس، کریسمس 2013 با 6 نامآور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میواژ و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $299. December 24th, Christmas Eve, معین. شده هم بود پرست تو، قسم به چشمون مست تو، به کلج میخور روز و شب، شده هم جام دست تو. شاد مهر عقیلی. حالم عوض میشه، حرف تو که باشه، اسم تو بارونه، عطر تو همراشه و آرش. ملودی بگو عشق من، بگو عشق من، آره ملودی بگو عشق من، دنیا تو رو کم داره. ملودی December 25th, Christmas night, ابی. بگو ای یار، بگو ای وفادار، بگو
و منصور. چطور آروم بگیره دلم وقتی من عشق تو نباشم، دل تو کاش بتپه برام، حتی یه شب خواب تو باشم، نفس من تنها کس من. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج با تلفن رایگان 855 859 85 85 تماس بگیرید. tng2000.com. این قیمت استثنایی فقط تا 5 دسامبر موجود است. کریسمس امسال لاس وگاس ستاره باران می شود. خیلی حرف قشنگی زدی. من برام ماها طول میکشه که خودم رو تو اون state of mind، خودم رو تو اون مودی بذارم که یه اینطور آهنگی رو بخونم. آخرین باری که یه اینطور آهنگی خوندم آهنگ خداحافظی بود. نمیخوام تو چشمام بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در التماسم. اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دل تو واسه من بسوزه. خدا حافظه ای عشق، خدا حافظه ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل. خدا حافظه ای عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. که خداحافظ بود که پاکسیما نوشته بود، هم شعرش هم آهنگش. و اون هم ماها طول کشید که من تونستم خودم رو تو اون فریم آف مایند بذارم که اون آهنگ بخونم. واسه همینم بعضی وقتا طرفدارا شکایت میکنن که چرا آهنگا اینقدر دیر تا دیر میاد. واقعا تو این استودیو با این آهنگا زندگی کردن و بخوای حقیقت امر رو ادا کنی it takes its toll. یعنی ممکنه بگم مثلا چند سال از زندگی تو ازت میگیره، به خاطر اینکه انقدر قلباً اذیت میشی، انقدر باید این درد رو تحمل کنی. الانم که صحبت میکنم باید اون باید درد رو احساس کنی. اون عاشقی که تو ایران توی شهرستان نشسته این آهنگو گوش میکنه و اون دردی که از جدایی عشقش داره میکشه، باید اونو احساس بکنی. باید خب اونو چند بار اندی در کریر خودش این کارو کرده و یک واژه هایی رو شما از آهنگای اندی میگیرین و این یکی از به قول معروف چیزهایی که برای یک آرتیست، برای یک سوپر استار میمونه. اون چیزهایی که توی دهان شما در حقیقت از دهان شما در میاد. لعنت به این تنهایی، دلم برات تنگ شده. از روزی که تو رفتی پرید رنگ شادی، اما خورشید میتابه مثل یه روز عادی. چطور هنوز پرنده دوره هوای پرواز، چطور هنوز قناری سر میده بانگ آواز. مگر خبر ندارن تو رفتی از کنارم؟ چرا بهت نگفتن بی تو چه حالی دارم؟ به چشم خسته من آسمون از سنگ شده. لعنت به این تنهایی، دلم برات تنگ شده. یعنی یه چیزی که واقعا همه میگن یکی از آهنگای اندی یا اشراکارای پاکسیما. پاکسیما بسیار بسیار کارش درسته. هم طرفدار پاکسیما هستی. البته تازگی کملاتون میگه زنگ نمیزنه، ولی حالا بماند. سر شلوغ آلبوم منه. آره خب دیگه ولی کامان من میدونم تو پسر ارشدش هستی، ولی باید به این بچه تحت قریان برسی یکم دیگه. من داداش بزرگ میدونم دیگه، همینو میگم. خب ما اون بگو پسرا من دیگه، حالا چه شما چه منصور، حالا بماند. ولی صحبتی که من میکنم اینه که خدا حافظه ای عشق، خدا این سالی کاری که یک سال خوده، یعنی اینا میاد و اون حالو میده سرسپرده. اگه تا روز قیامت داشتنت نباشه قسمت، چشم به راه تو میمونم با دلی پر از صداقت. اگه با اشکای گرمم دل سنگ
برام بسوزه، اگه جسم من بپوسه بعد دنیای دو روزه، اگه نقش قصه هاشی به روی قله هاشی بری و از من جداشی، اگه باشی یا نباشی، نه فقط عاشقت هستم، مرهمی رو قلب خواستم، این تویی که میپرستم، سر سپرده تو هستم، نه فقط عاشقت هستم، مرهمی رو قلب خواستم، این تویی که میپرستم، سر سپرده تو هستم. اینا همه یک به قول معروف بخشی از زندگی ماست. وقتی شما یک آرتیست رو که چند دهه با شما رابطه برگزار کرده رو هنوز میذارین به خونه شما بیاد، تو قلب شما بیاد، با او زندگی میکنید و واقعا حسرتیه. چه احساس قشنگی تو قلبم تو رو دارم، ببین چه خوبه ای گل توی تو روزگارم، چقدر خوبه عزیزم کنارم تو رو دارم، یواشکی رو لبهات گل بوسه میکارم. ما الان چند روز اون داریم یه سری کار خودمون میکنیم، هر روز اندی اینجاست با یک مقدار زیادی بگ های ستارباکس و حال هوا و با شرط امضا، اگه آدامس بهت میده اگه سر و صدا کنه بعد امضا کنی که سر و صدا. بعدم بعضی وقت میگم من $10 میدم آدامس رو بنداز دور. ما هر دفعه آدامس میخوریم روزی 120 تا کاسه بودیم از دست اندیدن دوران جوونی. خب حالا که رفتیم تو شادی و بزن و برقص، آره به اونم میرسیم. یه سوال قبل از که بریم به قول معروف چون خیلی داشتم غمگین میشدم. خب دیگه چیکار کنم؟ می‌خواستی نخونی آهنگو برادر من. آهنگ خونده برای منم آهنگ گوشه، منم نشستم سنتر، اصلا رفتم اصلا توی دنیای دیگه، حالا میگه راجبش غمگین شدم. خب that's your problem. بس دیگه. یه سوال فقط. تو وگاس اون صحنه سحرآمیز با اون لایت و نور و ساوند unbelievable are you gonna perform حسرت؟ بله، نقشه اینه که برای اولین بار تو لاس وگاس that by itself دوستان گرامی ارزش بلیتو داره. ارزش فقط همون، حالا چه برسه به سوپر استارهای دیگه و بقیه آهنگای اندی، به خاطر اینکه چیزی میگم چیزی میشنوینا به خدا، اونایی که منو میشنون میدونن من تا حالا با تو چند بار گفتگو کردم، هیچ وقت انقدر بخاطر بعد از خداحافظ با تو گفتگو نداشتم. میدونی پس نمیتونستم راجع به اون صحبت کنم، بخاطر اونم آهنگ بی‌نظیری بود. I love that song. ولی اگه یعنی خودت داری لمس میکنی که من تمام شد برگشتم رفتم انگار یک دوست، اصلا الانم باز دارم ایموشنال میشم. آقا بس دیگه، آقا ول کن. خب آقا یه ریمیکس unbelievable درست کردی و اینا نگونه نمیشه. میخوام بگم دوستت دارم، نگونه نمیشه. میخوام بگم عاشقتم، نگونه نمیشه. میخوام بیام خواستگاری، یه بار بگو دوستم داری. میخوام یه بوسه از لبات، خودم فدای خنده هات، با من یه روز قرار بذار، عکسی بده به یادگار. خب این ماجرا چیه؟ شعر، آهنگ، ریمیکس کی کرده چی کرده؟ این شعر ترانه‌اش مال پاکسماست. به به. آهنگش مال محمد مقدمه. بله. تنظیمش مال محمد مقدمه و یکی از شادترین آهنگاییه که من اجرا کردم. درسته. این آهنگ مال آلبوم سیتی آف انجلز. بله. شهر فرشتگان. و چند هفته پیش کوجی گفت این آهنگ خیلی یه هفته از تو فکر منه، بیاین اینو ریمیکسش بکنیم. گفتم چه ایده خوبیه. با محمد صحبت کردیم و با چند تا از بچه‌ها ریمیکس خود محمد کرد. خودش با سینا صالح که در ایران زندگی میکنه در شهر گرگان. چقدر جالبه. بچهای ما همه تالنتدن تو شهرهای Power of the internet baby. آره. بچه‌ها اونجا تنظیم کردن و پرودیوسش کردن
محمد هم اینجا سیگنچر خودشو 100% امضا کرد بله. روشو. 2-3 روز هم از پخش شده. اینجا هم یه فوتژه ازش میگیریم. خیلی آهنگ امروزی و هر مدرن جوری شاد. سعی کردیم بگیم آقا باز ما همه آهنگو الان نه، فقط 1 دقیقه تقصیر خودشه. ما میخواستیم همه آهنگو پخش کنیم نمیذاره، میگه حالا من دارم باش صحبت میکنم شاید به 1.5 دقیقه برسونمش. خب امروز روز شلوغی اینجا داریم، آخرین مرحله میکس آهنگ اون حسرت آهنگ رو داریم میدونم تموم میدونم، می‌کنیم. ولی در بله. اصل مرسی که فرصت رو به ما دادی. خوشحالم اینجا هستی. این کنسرت لاس وگاس یه حرکت تازه تو اینداستری موسیقی ما درسته. ایرانیان و خودم هم هیجان زده هستم راجع به این کنسرت. دلم میخواد بهترین باشه، دلم میخواد مردم بیان مرسی. بهترین رو ببینن مرسی. و ما و امیدواریم شما هم دارین من زحمت میکشین. من میبینم چقدر پشت این کار وایسادین و درود بر شما. تیم خیلی خوبی رو مرسی. تشکیل دادین. خیلی ممنون. انشالله شما موفق باشین، انشالله مردم بیان با خوشحالی برن خونه. ما تا شما هنرمندا رو داریم و داداشی مثل اندی داریم. عشق و ناز کارت بس کن دل شده بیقراره. هیچ غمی نداری. دمت گرم. این از همه چی مهمتره. تمام من همیشه گفتم تمام این هنرمندان رو من شخصا دوست دارم، طرفدار همه این هنرمندا هستم، چه شب اول چه شب دوم. این یک مسئله اگه نه خب این هنرمندا رو به خاطر اینکه من دیروزم تو جلسه گفتم TNG اومد و به من و رضا الوند این مأموریت رو داد به عنوان اشخاصی که این کنسرت دارن برگزار میکنه که آقا شما هنرمندا رو انتخاب کنیم ببینیم چیکار میکنیم و ما این دوستان رو انتخاب کردیم که در این برنامه باشن. پس 100% رابطه خوبی باشون داریم، چه هنری چه دوستی. ولی توی این دوستان 2 نفر دوستانی هستن که خب شما رو من به عنوان یک سیستم باز اون داداش بزرگه دوستت دارم و منصورم مثل همچین داداشی که مثلا یکی دو سال من داداش بزرگی اونم یکم یکی از داداشا سه تفنگدار مانند. اونم واقعا دیروز اینجا بود، چه عکس قشنگی با رضا الوند گرفتیم و اونم 100% رضا فیسبوک و اینستاگرام بلافاصله کرده. ولی به همین دلیل این 2 نفری که دوستای شخصی من هستن در شب 25 دسامبر، چه شبی کریسمس نایت، یعنی یه شب بسیار شاد برای اونهایی که واقعا عشق رو دوست دارن. 100 دسته بعدی خب حضرت مسیح که اون سالگرد تولد او هست، یک اساره عشق و دوستی و محبت تو جهان بوده. چه جالب که این دوستان اون شب دارن بهترین رو ارائه میدن با یکم غم، به خاطر اینکه حتما باید حسرت میشه. میخوام بگم دوستت دارم، میخوام بگم عاشقتم، میخوام بیام خواستگاری، یه بار بگو دوستم داری. میخوام یه بوسه از لبات، خودم فدای خنده هات، با من یه روز قرار بذار، عکسی بده به یادگار. See you in Las Vegas, Christmas Day, December 25th. I'll see you there. میخوام بگم دوستت دارم، میخوام بگم عاشقتم، میخوام بیام خواستگاری، یه بار بگو دوستم داری. TNG و پیرامید انترتینمنت با افتخار ارائه میدهند با شکوه‌ترین گرد همای ایرانیان در لاس وگاس کریسمس 2013 با 6 نامآور موسیقی ایران، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل مجلل میراژ و شرکت در 2 کنسرت فراموش نشدنی فقط $299. December 24th, Christmas Eve, معین. شدم بود پرست تو، قسم به چشمون مست تو، به کلج میخور روز و شب، شدم جام دست تو. شاد مهر عقیلی، حالم عوض میشه، حرف تو که باشه، اسم تو بارونه، عطر تو هم روشه. و
بگو عشق من بگو عشق من آره ملودی بگو عشق من دنیام تو رو کم داره ملودی December 25th, Christmas night, ابی. بگو ای یار بگو ای وفادار بگو از سر بلند عشق بر سر دار بگو اندی. ای سلام عاشقونه ای عزیز آشیونه عشقمون کاشکی همین جوری بمونه عشقمون کاشکی همین جوری بمونه و منصور. چطور آروم بگیره دلم وقتی من عشق تو نباشم دل تو کاش بتپه برام حتی یه شب خواب تو باشم نفس من تنها کس من. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج با تلفن رایگان 855 859 85 85 تماس بگیرید. tng2000.com. این قیمت استثنایی فقط تا 5 دسامبر موجود است. کریسمس امسال لاس وگاس ستاره باران شود.